امروز نیز مسئله مذکور در بازار مرکزی شهر خورخ تنظیم را طلب می‌نماید. از این رو گروه کاری به خاطر راه ندادن به بالاروی نرخ محصولات نیاز اول، رعایت طلبات‌های ریاست استانداردیزاسیای ولایت و دیگر حادثه‌ها من بعد نیز جانب خواهند گردید. با این مقصد گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در بازار مرکزی شهر خورخ کارهای فهماندهی را با فروشندگان دایر نمودند. طبق معلومات مسئولین خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، همه روزه خدمات مذکور در بازار مرکزی شهر خورخ سنجش گذرانده بالاروی نرخ را در مقایسه با نرخ بازارهای شهر دوشنبه نظارت می‌نماید. اعضایان کمیسیای با صلاحیت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دقت فروشندگان را به تنظیم نرخ و نوای محصولات نیاز اول، رعایت نرخنامه و بی‌خطری از سوختار روانه نمودند. مختار کوهستانی بدخشان ستاد دائم و عمل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت جهت به تنظیم درآوردن نرخ و نوا و راه ندادن به بلندشوی صنعی محصولات آذوقه‌واری و کشاورزی در بازار مرکزی شهر خورخ تأسیس داده شده. با اشتراک اعضایان کمیسیای ساختارهای مقامات ولایتی، مسئولین ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیون و نظارت سودای ولایت، خدمات ضد انحصاری، ریاست‌های اندوز، پروکراتور، ریاست وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت، اگنتی ذخیره‌های مادی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، رهبریت بازار و دیگر مسئولین در بازار و مغازه‌ها کارهای فهماندهی را برگزار نمودند.